روغن سیاهدانه از دانه‌های گیاه سیاهدانه و به روش پرس سرد استخراج می‌شود. این روغن به دلیل فواید دارویی گسترده به عنوان یک درمان طبیعی برای درمان بسیاری از بیماری‌ها، از جمله درمان بیماری‌های پوست و مو، درمان ناباروری و سلامتی جنسی مردان و در تسکین دردهای قاعدگی در زنان، کاربرد گسترده‌ای دارد. در اینجا به چند مورد از خواص درمانی این روغن شگفت‌انگیز اشاره می‌کنیم. رفع لک، جوش و جای زخم، تأمین رطوبت پوست و کمک به یک نواختی صورت، رفع چروک و خطوط ریز صورت، کمک به درمان بیماری پیسی پوست، رفع سفیدی و ریزش مو و کمک به رویش موهای تازه، افزایش سوخت و ساز بدن و رفع لاغری شکم، کمک به کاهش درد عضلات، کمردرد، درد زانو، درمان روماتیسم و سیاتیک، کمک به کاهش فشار خون در افراد دارای فشار خون بالا، کمک به درمان کبد چرب ناشی از مصرف الکل، کمک به افزایش تستوسترون و درمان ناباروری در مردان، تقویت و رشد مژه‌ها و ابروها، بهبود کارکرد پروستات و جلوگیری از ابتلا به سرطان پروستات در مردان، کمک به کنترل قند خون در بیماران دیابتی، درمان عفونت واژن و تسکین دردهای قاعدگی در زنان و همچنین در کمک به تسریع در بهبود شکستگی استخوان مورد استفاده قرار می‌گیرد. نحوه استفاده از روغن سیاهدانه. موارد کاربرد و استفاده از روغن سیاهدانه فراوان است. این روغن در ترکیبات برخی از داروهای درمانی و محصولات آرایشی و بهداشتی استفاده می‌شود. برای کاربردهای خانگی آن می‌توان به استفاده در ماسک مو و پوست، در ساخت دستورالعمل‌های خانگی برای زیبایی پوست و مو و همچنین در ترکیب محصولات آرایشی و بهداشتی از جمله در شامپوها و روغن ماساژ اشاره کرد. به راحتی می‌توانید این روغن را به صورت موضعی مستقیماً بر روی پوست و موی خود بمالید و یا آن را به غذاها و نوشیدنی‌های مورد دلخواه خود اضافه کنید. عوارض روغن سیاهدانه. قبل از استفاده از روغن سیاهدانه به صورت موضعی بر روی پوست و مو بهتر است یک آزمایش حساسیت بر روی ساعد دست انجام دهید تا مطمئن شوید که هیچ واکنش خاصی به آن نشان نمی دهید. همیشه در هنگام استفاده از احتمال ورود روغن به چشمها و غشاهای مخاطی جلوگیری کنید. اگر باردار یا شیرده هستید و یا در حال حاضر از داروی خاصی استفاده می کنید، قبل از استفاده از روغن سیاهدانه با پزشک خود مشورت نمایید. برای خرید و کسب اطلاعات بیشتر به سایت رومار مراجعه نمایید.